مانع شما این هستش که مهدی فاطمه ازتون دلبری نکرد، دلبرتون عوض کرد، رفتید دنبال جمع‌آوری دنیا. علی ابن ابراهیم مهزیار وقتی خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام میرسه، حضرت میفرماید که یا ابوالحسن قد کلنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بطأ بک علینا. علی ابن مهزیار کنیش ابوالحسن بود. شب و روز ما منتظرت بودیم، چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار گفت آقا من کسی رو نداشتم منو بیاره خدمت شما. حضرت فرمود لا، نه اینجوری نیست. میدونی مانع چیه؟ مانع این که شما به ما برسید چیه؟ راهنما نداشتن نیست. ولکنکم کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی ابن مهزیار مانع شما این هستش که مهدی فاطمه ازتون دلبری نکرد، دلبرتون رو عوض کردید، رفتید دنبال جمع‌آوری دنیا. کثرتم الاموال، مهدی فاطمه ازتون دلبری نکرد، دلبرتون رو عوض کردید. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به مؤمنینی که ضعیف هستن زور گفتید، فشار آوردید. و قطعتم الرحم الذی بینکم، مقصودم اینجاست، قطع رحم کردید. بینتون اون صفا و صمیمیت نیست، اون یک رنگی نیست، هر کی دنبال کار خودشه. ببینید حضرت دست رو این گذاشته، مانعتون اینه که به ما نمیرسید.